زنان زیرک، فصل نهم، نسخه نو و بهبود یافته یک زیرک. یک راهنمای نجات برای زنانی که زیاده از حد ساده دلند. همیشه با همان شور و شوق آتشین اولیه با او روبرو شوید، حتی وقتی که احساس یک قالب یخ خرد شده را دارید. اتل مرمن. یک زیرک از آنچه که دارد دفاع می کند. اینکه نسخه نو و بهبود یافته از یک زن زیرک باشید بسیار خوب است. او یک نمونه پالایش یافته و پیشرفته از همان زیرک قدیمی است. او پرخاشگر یا بی‌ادب نیست، به خاطر آنچه می‌خواهد نق نمی‌زند و تنها وقتی سرد و کنارگیر می‌شود که لازم باشد. یکی از بزرگترین نشانه‌های یک زیرک این است که وسواس راضی کردن مرد یا هیچ کس دیگری را ندارد. اما این نسخه نو و بهبود یافته واقعاً چه کسی است؟ توضیح زیر را بخوانید. زیرک. او زنی است که به خاطر نظر و عقیده دیگران سر خود را به دیوار نمی‌کوبد، خواه او همسرش باشد، خواه هر کس دیگری. او این موضوع را درک می‌کند که اگر کسی با نظر او مخالف است، این فقط نظر و عقیده شخصی آن فرد است و نباید بیش از اندازه به آن اهمیت داد. او سعی نمی‌کند خود را با استانداردهای دیگران هماهنگ کند و تنها سعی می‌کند به آنچه ایمان دارد عمل کند و به همین دلایل رابطه‌ای که با شریک آینده زندگیش برقرار می‌کند نیز متفاوت است. همچنین یک زیرک از خود تصویر متفاوتی در ذهن دارد. او وارد رینگ بوکس می‌شود و با اعتماد و ایمان به اینکه رقیبی برابر برای مرد است، رابطه را آغاز می‌کند. هنگامی که مرد با یک زن ساده دل طرف است، در ذهنش به صورت خودکار خود را به یک مشت زن سنگین وزن و زن را یک مشت زن پر وزن می‌بیند. اما زنی که با تسلط بر خود و با اعتماد به نفس وارد رینگ می شود و بدون مبارزه مغلوب نمی شود، احترام مرد را نیز جلب می کند، حتی اگر ببازد. چرا؟ زیرا در این صورت مرد می فهمد که با یک زن با دل و جرأت روبروست. حتی اگر این زن بر زمین بیفتد هم تا آخرین لحظه دست از تلاش بر نمی دارد و هنگامی که از رینگ خارج می شود، مرد چه بخواهد چه نخواهد برای او احترام زیادی قائل می شود. رفتار یک زیرک به گونه‌ای است که مرد او را می فهمد. او با همان زبانی با مردها صحبت می کند که مردها از آن استفاده می کنند. همان زبانی که باعث می شود مرد بفهمد با کسی همتراز خود مواجه است. او می تواند حرف خود را روشن و واضح بزند. گمان می کنید این کار اهمیت چندانی ندارد؟ پس به این جدول که یک مقایسه پای است دقت کنید. یک دختر ساده دل. او می کوشد با زبانی نرم و شیرین از مرد بخواهد تا حقوق اولیه او را به رسمیت بشناسد. اگر چنین نشد او گریه می کند یا با لب و لوچه آویزان قهر می کند. یک زیرک. او هیچ چیز را بزرگتر از آنچه واقعا هست نشان نمی دهد و سعی نمی کند مسائل را خوب جلوه دهد. او با مرد در مورد اولویت‌های خود صادق است و باید و نبایدهایش را روشن و واضح به او می گوید، البته با توجه و احترام به طرز رفتار مرد با خودش. یک دختر ساده دل. او از شیوه ایجاد احساس گناه استفاده می کند یا در مورد کودک درونش حرف می زند. رفتارش به گونه‌ای است که گویی مرد با یک بچه طرف است. یک زیرک. او یک زن بالغ است و هیچ چیز کودکانه‌ای در مورد او وجود ندارد. او هیچ نظر و عقیده بی‌معنا و پوچی ندارد. یک دختر ساده دل. اگر مرد او را ناراحت کند، شروع به گریه می کند و مرد را وادار خواهد کرد که از او معذرت خواهی کند و قول بدهد که دیگر او را ناراحت نکند. یک زیرک. او کنار می کشد و اجازه می دهد سکوتش به جای او حرف بزند. سپس هرگاه آمادگی داشت تحت شرایط خود با مرد صحبت می کند. او با این کار برای مرد روشن می کند که این اتفاق دیگر رخ نخواهد داد، زیرا دفعه بعد او تحمل نخواهد کرد. یک دختر ساده دل. وقتی مرد به او بی احترامی می کند، او در دل می گوید منظورش این نبود یا برای آن بی احترامی توجیهی می تراشد. یک زیرک. او همان هنگام که مرد به او بی احترامی می کند متوجه می شود و از او توضیح می خواهد. یک دختر ساده دل.
او برای راضی نگه داشتن مرد خود را وادار به انجام کارهایی می کند که علاقه‌ای به انجامشان ندارد. او نقابی از خوشحالی به صورت می زند و تظاهر می کند که آن کارها را دوست دارد. یک زیرک. او هرگز کاری را که با آن احساس ناراحتی نکند انجام نمی دهد. او به مرد نشان می دهد که در انجام خواسته ها و علایقش با او برابر است. یک دختر ساده دل. یک زن رام و توسریخور با کم شدن احترام. یک زیرک، زن رویاها با احترام بیشتر. خیلی به ندرت اتفاق می افتد که دو مرد بالغ یک گفتگوی طولانی با یکدیگر داشته باشند و یکی به دیگری بگوید تو احساسات مرا جریحه دار کردی. نزدیکترین چیزی که یک مرد در مورد احساسات خود به مرد دیگر می گوید این است تو واقعا آن روی مرا بالا آوردی. برای مثال فرض می کنیم که مردی از دوستش پولی قرض گرفته و آن را پس نداده است. در این صورت یک گفتگوی طولانی و احساسی انجام نخواهد گرفت. اگر هم سرانجام پول داده شود، گفتگوها کوتاه و مختصر باقی میمانند و به جمله برو به جهنم الاغ ختم می شوند. آنها دیگر با هم بیرون نمی روند و همه چیز همینجا به پایان می رسد. از آنجا که یک زیرک نیز قضایا را همان گونه که هست بازگو می کند و آنها را بزرگ نمایی نمی کند، مرد نیز به شیوه ارتباط برقرار کردن او احترام می گذارد. عصبانی شدن در چشم مردها نشانه ضعف نیست، بلکه آنها فکر می کنند زنی که عصبانی می شود کنترل بیشتری بر اعمال و رفتار خود دارد تا زنی که واکنشی احساسی نشان می دهد. اگر زن خیلی احساساتی رفتار کند، مردها آن را نشانه ضعیف بودن او می دانند و یا سریع این استدلال را می آورند که به دلیل عادت ماهانه دچار اختلال هورمونی شده است. اما وقتی که طرف صحبت او یک زیرک است، فرض را بر این می‌گذارد که او لابد می‌داند چه می‌کند و حتما می‌داند که چه چیز را می‌خواهد و چه چیز را نه. او جنم این کار را دارد. هنگامی که واژه زیرک را به کار می‌برید، آن را طوری نگویید که انگار معنای بدی دارد. زیرک بودن نشانه موفقیت است، نشان دهنده این واقعیت است که مردان چون این زنانی را می‌خواهند و دوست دارند آنها را همیشه در کنار خود داشته باشند. حتی اگر پای عشق در میان نباشد، باز هم مردها دوست ندارند کسی را که برای به دست آوردنش آنقدر تلاش کرده و پول و وقت برایش صرف کرده اند را از دست بدهند و به تلاش خود برای به دست آوردن او ادامه می دهند. قانون جاذبه شماره 76. وقتی زنی تمام و کمال رام و مطیع مردی می شود، مرد حس می کند که دیگر برنده شده و چیز بیشتری وجود ندارد که به خاطرش تلاش کند. در این زمان شروع اولیش را از دست می دهد. یک زیرک هرگز تسلیم نمی شود. پس چرا مردها عاشق زنان زیرک می شوند؟ زیرا وقتی با یک زیرک روبرو هستند، هرگز به فکرشان نمی رسد که او تسلیم محض آنهاست و او را تمام و کمال به دست آورده اند. پس به تلاش خود ادامه می دهند. بعضی ها تا آخر عمر در تلاش هستند. وقتی مرد با زنی روبرو می شود که آمادگی تسلیم همه جانبه خود را دارد، چون این موقعیتی همواره به بی احترامی ختم می شود. شارلوت همیشه برای نامزدش غذا می پخت و برایش به اداره می فرستاد. کم کم توجه نامزدش به او کم شد و شارلوت گمان کرد که با ترتیب دادن یک مهمانی در کنار ساحل می تواند این توجه را دوباره به سمت خود بازگرداند. او یک مهمانی بزرگ و مفصل ترتیب داد و همه دوستان نامزدش تام را دعوت کرد. او حتی تصمیم گرفت تا $3000 نیز اضافه خرج کند و 2 هواپیمای نمایشی اجاره کند تا یک بنر بزرگ و یک نوشته را در هوا بچرخانند، یک قلب بزرگ و به دنبالش جمله همیشه دوستت دارم. وقتی هواپیماها به بالای سرشان رسیدند، به مدت نیم ساعت نمایشی بسیار جالب و نفسگیر ارائه دادند و همه را در سکوتی آمیخته با احترام فرو بردند. همه به جز تام که متاسفانه 1 ساعت پیش از آن تماس گرفته و گفته بود که به مهمانی نمی رسد. آن زمان هم برای لغو برنامه و پس گرفتن پول زیادی که شارلوت بابت هواپیماها پرداخته بود خیلی دیر شده بود. او سعی خود را کرد، ولی هواپیماها دیگر از زمین بلند شده و در حال آمدن به جشن بودند. مورد شارلوت مورد کمیابی نیست. اگر زن زیاده از حد برای مرد تلاش کند، همین اتفاق رخ می دهد.
مرد واکنش بی‌ادبانه‌ای نشان می‌دهد در همان زمانی که یک دختر ساده دل در حال از دست دادن عقل خود به خاطر یک مرد است. یک زیرک کاری می‌کند که مردش عقل خود را به خاطر او از دست بدهد. هنگامی که در یک رابطه زن از مرد یک قدم جلوتر باشد، در چشم او جذاب‌تر جلوه می‌کند و ذهن او را نیز بیشتر درگیر خود می‌کند. مرد از او سیر نمی‌شود و در آخر به این نتیجه می‌رسد که نمی‌تواند بدون او زندگی کند. این همون تفاوت بنیادین میان زن و مرد است. زن امنیت و آرامش و یک زندگی قابل پیشبینی را می‌خواهد، در حالی که مردها در پی هیجان، خطر و موقعیت‌های پیشبینی ناپذیر هستند. یک دختر ساده دل در زمان کودکی با عروسک‌های باربی و همتای مذکرش کن بازی می‌کند و با این رویا بزرگ می‌شود که او هم تا آخر عمر با همسرش به خوبی و خوشی زندگی خواهد کرد. اما پسرهای کوچک هیچ علاقه‌ای به عروسک کن ندارند. آنها با تقلید از اداهای پرهیجان شخصیت‌هایی شناخته می‌شوند که بر لبه پرتگاه خطر زندگی می‌کنند، مثل اسپایدرمن، سوپرمن و بتمن. از هر مادری بپرسید کدام کودک دردسر بیشتری دارد، پاسخ می‌دهد پسر، به خصوص بعد از 1 سالگی. چرا؟ زیرا برای بیشتر مردها امنیت برابر با کسالت آور بودن است. پس در پی راه‌هایی هستند که هیجان و خطر را به زندگیشان اضافه کنند. آنها برای رسیدن به آنچه خطرناک و دشوار خوانده می شود همه کار می کنند و دقیقاً همین عنصر هیجان است که او را جذب یک دختر زیرک می کند. قانون جاذبه شماره 77. تنش و هیجانی که با حضور یک زیرک خود را با ظرافت نشان می دهد به مرد احساسی مبهم از وجود خطر می دهد. اینک او اطمینان گذشته را به خود ندارد، زیرا با زنی روبروست که چون موم در دستان او نرم نیست. به این فکر کنید که مردها عاشق جمع کردن چه چیزهایی هستند یا چه چیزهایی توجه آنها را جلب می کند. تفنگ، مهمات جنگی، کارت‌های مسابقات ورزشی، مجلات علمی تخیلی، چاقوهای جیبی، ماشین‌های کوچک مینیاتوری، وسایل برقی و چراغ‌قوه‌های شارژی. وظیفه شما این است که خود را شگفت زده و علاقه‌مند نشان دهید. وای، قابل شارژه. بیا یک مجموعه بسیار گرانبهای سربازان کوچک عروسکی که آدم جانش را به خاطرشان می‌دهد را هم فراموش نکنیم. این شامل تمام وسایل پرسرعت نیز می‌شود: ماشین، جت اسکی، موتورسیکلت و هواپیما. یک دختر ساده دل این اشتباه را مرتکب می شود که مدام مرد را تر خشک می کند و به او احساس امنیت بیش از حد می دهد. حوصله مردها خیلی آسان سر می رود. به همین دلیل است که بیش از حد پیش بینی پذیر بودن و امنیت زیاد باعث می شود که رابطه به نظر یک نواخت و کسل کننده بیاید. اما وقتی پای یک دختر زیرک در میان باشد، هیچ گونه یک نواختی در کار نیست. هنگامی که یک دختر ساده دل نیاز مرد را به هیجان، خطر و یا چالش نادیده می‌گیرد، در واقع سر خود را در شن فرو کرده است و این کار را دانسته انجام می‌دهد. او مانند یک شترمرغ است. وقتی یک شترمرغ مورد حمله قرار می‌گیرد، به جای روبرو شدن با شکارچی، سر خود را در شن فرو می‌کند. خب نتیجه هم معلوم است، تبدیل به شام شب شکارچی می‌شود. وقتی یک دختر زیرک با یک شکارچی روبرو می شود، سر خود را بالا می گیرد و او را می پاید. نتیجهش این است که او آنچه را که واقعا اتفاق می افتد را می بیند. اما یک دختر ساده دل سرش را در شن فرو می برد و آنچه را که دوست دارد می بیند. ببینید یک دختر ساده دل چه کارهایی انجام می دهد، آن هم در همان ماه اول آشنایی. او پاهای مرد را ماساژ می دهد و برایش یک املت عجیب و غریب درست می کند و کنارش پنکیک می گذارد. او تمام کارهای لباسشویی مرد را انجام می دهد و سپس پیراهنهایش را نیز اتو می کند، برایش شعر می خواند و گمان می کند باید تمام روز را در آغوش او بگذراند. بعد هم وقتی مرد او را ترک می کند می گوید باور نمی کنم این کار را با من کرده است. بسیاری از زنها فکر می‌کنند که مردها به دنبال زنی هستند که هر آنچه مرد بگوید را انجام دهد. بر روی کاغذ بله. مردها خواهان چنین زنی هستند، اما در عمل وقتی چنین زنی را به دست آوردند خیلی زود از او خسته و دلزده می‌شوند.
همان لحظه که مرد گمان کند هر آنچه انجام دهد در چشم شما درست و صحیح است و هر آنچه در بشقابتان قرار دهد را با سپاس فراوان خواهید پذیرفت، برایش این تصور پیش می آید که شما به خاطر جذابیت زیادش شیفته او شده و از همین آلا پرچم سفید را بالا برده اید. آنگاه علاقه‌اش به شما با یک ترمز ناگهانی و یک صدای گوشخراش متوقف خواهد شد. افسانه توجه مردها به دوشیز ترسان و پریشان را باور نکنید. همانطور که یکی از مردها گفت وقتی شما یک دوشیزه ترسان و پریشان را نجات دادید، آن وقت تمام آنچه به دست خواهید آورد یک دوشیزه ترسان و پریشان است. آن نظریه‌ای که میگوید زنها برای اینکه دوست داشته شوند باید تمام حرفای دلشان را بیرون بریزند نیز نتیجهش عشق مرد به زن نیست. نتیجهش این است که شام شب شکارچی میشوید. هنگامی که مرد با زنی رام و بی اراده روبرو می شود با خود می گوید وای نه، یکی از آن زنهایی که به آدمی چسبند. یعنی حالا مجبورم او را تا ابد هر جا که می روم دنبال خودم بکشانم. و وقتی چون این نتیجه‌ای بگیرد یا کم کم رابطه‌اش را با او قطع می کند و یا این کار را به یک بار انجام می دهد. اما به هر حال این کار را انجام می دهد. البته پس از اینکه رابطه جنسی برقرار کرد. قانون جاذبه شماره 78. زنی که همواره مرد را تایید کند و برای جلب نظرش زیاده از حد تلاش کند این احساس را در مرد به وجود می آورد که زن بیشتر از آنکه به خودش باور داشته باشد به او باور دارد و این در چشم مردها نشانه ضعف است، نه مهربانی. وقتی یک دختر ساده دل بیش از حد محتاج مرد باشد و او را در جایگاهی بلند بنشاند، رفتارش بگونه است که حتی خود مرد نیز خود را آنقدر خوب و بلند مرتبه نمی بیند و این موضوع باعث می شود تا نسبت به خود احساس خوبی نداشته باشد. زیرا خودش بهتر از هر کس دیگری می داند که آن شاهزاده سوار بر اسب سپید نیست. و این را هم می داند که رویای زن همین است. پس مانند یک پسر بچه عاشق پیشه دبیرستانی تمام تلاش خود را به کار می‌بندد تا رفتارش احساساتی و عاشقانه باشد. اما خیلی طول نخواهد کشید تا این سوال در ذهنش مطرح شود که شاید زن نیز با او صادق نیست. او با خود فکر می‌کند کاش بدانم شخصیت واقعیش چگونه است. امکان ندارد که واقعاً این همه خوب و مهربان باشد. چون این رابطه مانند یک کارت اعتباری با نرخ بهره کم تنها به درد استفاده در همان ماه اول می‌خورد. مرد کم کم نیز حس می‌کند آنچه به دست آورده مثل یک بسته پیشنهادی موقت است، نه آنچه که واقعاً باید باشد. ولی وقتی پای یک زیرک در میان باشد همه چیز واقعی است و هیچ نگرانی وجود ندارد که زن اول نقش بازی کند و سپس عوض شود. مردی که 2 بار او را آزمایش می کند و هر بار توسط او سر جای خود نشانده می شود، سپس 2 اتفاق می افتد. نخست این که مرد با خود می گوید این یکی احمق نیست، کارهای بد مرا تحمل نمی کند. دوم، مرد حس می کند زن او را همان گونه که واقعا هست می بیند. او بدترین روی شخصیت مرد را نیز دیده و هنوز هم او را دوست دارد. به همین صورت مرد هم بدترین روی شخصیت زن را دیده است. پس حس نمی کند ممکن است روی دیگری از شخصیت زن نیز وجود داشته باشد که در کمین مرد نشسته تا در زمان مناسب او را غافلگیر کند. هنگامی که مرد با یک زیرک روبروست ممکن است گهگاه برنجد، اما باور دارد که آنچه آنها با یکدیگر تقسیم کرده اند حقیقی و راستین است. تعریف شخصیت یک زیرک از درون او می آید. یک بار ادی مورفین در مصاحبه‌ای گفت بهترین توصیه‌ای که در عمرم شنیدم این بود که به توصیه هیچ کس عمل نکنید. آنچه در این توصیه نهفته قدرت و خودباوری است، زیرا شما را در جایگاه راننده قطار قرار می دهد، کسی که کنترل کامل زندگی خود را در اختیار دارد. البته این بدان معنی نیست که دیگر به دنبال ایده های نو و اطلاعات تازه نباشید، بلکه به این معنی است که آن کسی که ماشین زندگی شما را میراند خود شما هستید و مقصد نهایی را شما تعیین می کنید. چنین موضوعی از سوی شما مستقیما نظر مرد را در مورد استقلال شخصیتی شما تحت تاثیر قرار می دهد. همان لحظه‌ای که شما استقلال فکری خود را تسلیم مرد کنید و اجازه دهید او به جای شما تصمیم بگیرد و فکر کند، سقوط آزادی از جایگاه راننده به جایگاه پادری خواهید داشت. آن لحظه‌ای که کس دیگری بتواند احساسات و چگونه اندیشیدن را به شما دیکته کند، زیر یوغ مرحمت آن شخص قرار خواهید گرفت.
این رفتار و موضع‌گیری های مانند آن شامل مسائل دیگر نیز می شود. تا وقتی که شما اجازه می دهید کس دیگری برایتان تصمیم گیری کند، خود را تا حد زیادی محدود کرده اید. اصلاً مهم نیست که این تصمیم ها در مورد چه باشند، آینده شغلیتان یا خواسته ها و آرزوهایتان. آنچه اهمیت دارد این است که شما فقط تا جایی پیشرفت می کنید که آن فرد به شما اجازه دهد. قانون جاذبه شماره 79. همیشه استقلال فکری خود را حفظ کنید و هر کس که تلاش کند شما را در چارچوب خواسته های خود تعریف کند را نادیده بگیرید. چه در مورد نیازهایتان در یک رابطه و چه در مورد شغلتان یا سلیقه لباس پوشیدنتان به هیچ کس اجازه ندهید به جای شما انتخاب کند و برایتان باید و نباید تعیین کند. خودتان را تعریف کنید. از همان لحظه‌ای که تصمیم بگیرید استقلال فکری داشته باشید، دو اتفاق خوب خواهد افتاد. نخست اینکه مردم مثبت و اتفاقات خوب را مانند یک آهنربا به خود جذب می‌کنید. و دوم اینکه استقلال فکری همانند یک سد بازدارنده شما را از گزند افراد منفی که سعی می‌کنند شما را از رسیدن به اهدافتان ناامید کنند در امان نگاه خواهد داشت. همیشه کسانی وجود دارند که آماده‌اند بذر ناامیدی و شکست را در باغ وجود شما بکارند. البته تنها در صورتی که شما اجازه چنین کاری را به آنها بدهید. ایستادگی بر روی آرا و خواسته هایتان همیشه شامل رویارویی و نبرد نمی شود. گاهی فقط باید از هدر دادن نیرو و انرژیتان برای انسانهای منفی پرهیز کنید. قانون جاذبه شماره 80. اشخاصی که به راستی قدرتمند و قوی هستند توضیح نمی‌دهند که چرا خواستار احترام هستند. آنها تنها به سادگی از روبرو شدن با کسانی که این احترام را رعایت نمی‌کنند دوری می‌کنند. داشتن چنین رفتاری برای کسی که از شخصیتی قوی و اعتماد به نفس کافی برخوردار است بسیار ساده و بدیهی است. اما این دقیقاً همان رفتاری است که یک دختر ساده دل هرگز بروز نمی‌دهد. او با وصل کردن نقاط از پیش تعیین شده به یکدیگر و پا گذاشتن در همان جای پای قبلی تعهد خود را تمام و کمال تقدیم مردی می کند که اعتبار چندانی ندارد. او پیش از اینکه حتی نام مرد را به درستی بداند به او اجازه می دهد تا برایش به عنوان یک زن ارزش تعیین کند، کاری که تنها و تنها بر عهده خودش است. مهربانی و محبت معمولاً اولین انتخاب ما در رفتار با دیگران است. اما زمانی نیز می آید که ما نمی توانیم با کسی که نسبت به ما افکار مهرآمیزی ندارد مهربان باشیم. اگر با چنین رفتاری از سوی کسی روبرو شدید، بهترین کار این است که با خودتان مهربان باشید و این کار را یا با تصحیح و بهبود رابطه‌ای که در آن قرار دارید یا با قطع رابطه با کسی که چنین رفتاری با شما دارد انجام دهید. یک زیرک می تواند همزمان هم رفتاری بسیار نرم و زنانه داشته باشد و هم شخصیت و وقار خود را حفظ کند و با روشی موقرانه، محترمانه و ملایم به دیگران می فهماند که بازیچه دست کسی نمی شود. او بیش از حد تلاش نمی کند و خود را با تعریفی که دیگران از او دارند مطابقت نمی دهد. یک مثال عالی برای این رفتار دوست ژاپنی من ماسایی است. او حدود 1 سال پیش به آمریکا آمده و انگلیسی را دست و پا شکسته و با لهجه غلیظ ژاپنی حرف می‌زند. با این حال او مثالی عالی از شخصیت و وقار و قدرت درونی همراه با آرامش است. ماسایی مدتی بود که با یک مرد آمریکایی به نام استیو نامزد شده بود. هنگامی که روز تولد استیو فرا رسید، ماسایی تصمیم گرفت برایش ضیافتی از غذاهای رنگارنگ ژاپنی برپا کند. پس برایش سوپ میسو پخت و به همراه انواع مختلف سوشی و 2 غذای بسیار عالی و رسمی ژاپنی. میزبانی او مثال زدنی بود، اما تنها واکنش استیو این بود که سس سویا زیادی شور است. دفعه بعد شیشه ای را بخر که در سبز رنگ دارد. سدیم آنها کمتر است. ماسایی مبهوت شده بود، اما آرامش و وقار خود را حفظ کرد. او با همان انگلیسی محدود و شکسته بسته خود به استیو گفت: من برای تو پخت، اما اگر شکایت من ندیگر کنم. و از آن پس او از استیو چیز دیگری به جز ستایش دریافت نکرد. همانطور که روزولت زمانی گفت: هیچ کس نمیتواند شما را پایین تر از خود بداند مگر با رضایت خود شما. یک انسان با تفکرات مثبت سخنان مثبتی را نیز بر زبان می آورد.
به خصوص وقتی شما احساس خوبی نداشته باشید. در این جور مواقع حتی وقتی از او جدا شوید احساس می‌کنید که انرژی خود را بازیافته اید. هنگامی که کسی واقعاً بزرگ و موفق است، به شما نیز می‌باوراند که شما هم می‌توانید بزرگ و موفق باشید. این همان رابطه است که باید داشته باشید و چون این رابطه‌ای همان است که ارزش نگه داشتن را دارد. هرچقدر زمان بیشتری برای تمرین استقلال فکری خود اختصاص دهید بر جذابیت خود افزوده اید. انگار که با وردی جادویی مرد را مجذوب خود کرده باشید. صبحها با احساس شادی بیشتری از خواب برمیخیزید و نیروی زندگی و حاله اسرارآمیزتان کم کم به شما باز می‌گردد. رسانه‌های همگانی این موضوع را به ما نشان نمی‌دهند. به جای چارچوب شیرین و ساده انگارانه‌ای تعیین می‌کنند که زنان باید داخل آن قرار گیرند. این لباس را بپوشید چون شما را بسیار جذاب می‌کند. ظاهرتان باید دقیقاً اینطور به نظر برسد. این شامپوی گیاهی سرها را به سمت شما برمیگرداند. این واژه‌های مثبت را تکرار کنید. فلان چیز را بخواهید، فلان چیز را متعلق به خود کنید، از آن یکی چشم پوشی کنید. هنگامی که زنی به شخصیت خود ایمان و باور دارد، از بر زبان آوردن آراء خود در مقابل دیگران و یا ایستادگی بر آنها نمی‌هراسد. او ظاهر خاص خود را دارد، سلیقه خود را دارد، شخصیت خاص و جذابیت ذاتی خود را دارد. یک مرد چیزی را می‌خواهد که هر روز نمی‌تواند ببیند. مهم نیست که موهای این زن قرمز باشد یا بور. او زنی را می‌خواهد که فکرش متعلق به خودش باشد. وقتی پای تعهد در میان باشد، بیشتر زنها حس مربی شیر بودن را در مرد به وجود می‌آورند. انگار که مردها برای عقب راندن آنها باید از صندلی استفاده کنند. برو عقب، برو عقب. پس هنگامی که آنها با زنی روبرو می‌شوند که اعتماد به نفس ایستادن بر سر عقاید خود را دارد و یا حتی می‌تواند نظر مرد را با نظر خود موافق کند، تأثیری بر آنها می‌گذارد که به آن عادت نداشتند و مجذوب او می‌شوند. یک زیرک از متفاوت بودن نمی‌هراسد. به همین خاطر هرگز بازیچه دست کسی نمی‌شود و یا به صف مرواریدهای دور انداخته شده اضافه نمی‌شود. او کارهای نامتناسب با شأن و شخصیت خود انجام نمی‌دهد و اجازه نمی‌دهد که مرد او را تنها برای سوء استفاده بخواهد. از اینکه 30 ساله یا 40 ساله شود نمی‌ترسد. او هر سنی که داشته باشد احساس بهترین بودن را دارد. او خود را با معیار سنی رسانه‌ها تعریف نمی‌کند. او به خاطر اینکه دیگر 18 ساله نیست احساس معیوب بودن یا از رده خارج شدن نمی‌کند. او چه مجرد باشد چه متأهل و یا بیوه احساس خوبی در مورد خود دارد. آن نسخه نو و بهبود یافته از یک زیرک که من راجع به آن حرف می‌زنم زنی با پوسته‌ای سخت و خشن نیست. گستاخی هرگز چیزی نیست که مد نظر یک زیرک اصلاح شده باشد. ایتالیایی‌ها در این مورد ضرب المثل جالبی دارند. کبابی در کار نیست اما دودش خیلی زیاد است. هنگامی که زنی بیش از حد گستاخ و جسور است یا حتی زیاد از حد زیرک است یا به طور کل بیش از حد به چیزی تظاهر می‌کند، مصداق همین ضرب المثل می‌شود. زیرا به ندرت پیش می‌آید که پشتوانه‌ای برای این تظاهر داشته باشد. نسخه نو و بهبود یافته یک زیرک به راستی و حقیقتا نیرومند است، زیرا مهربان و مؤدب است، اما در برابر این مهربانی به همان اندازه نیز مهربانی طلب می‌کند. یک زیرک اراده‌ای بسیار نیرومند و ایمان و باوری عمیق به خود دارد. هنگامی که گفتگو و مصاحبه با مردها را برای نوشتن این کتاب آغاز کردم، اصلا نمی‌دانستم که باید انتظار چه چیزهایی را داشته باشم. فکر کردم ممکن است بعضی مردها نگاهی به عنوان کتاب بیاندازند و بگویند مردها که از زنان زیرک خوششان نمی آید. اما آنچه اتفاق افتاد کاملا برعکس بود. آنان بارها و بارها این موضوع را تایید کردند که زنان قوی از نظرشان بسیار جذابند. بعضی هایشان توضیح می دادند که چرا عاشق زنان زیرک می شوند. بعضی ها می پرسیدند واقعا چرا ما مردها عاشق زنان زیرک می شویم؟ اما در بیش از 90% مواقع این موضوع را انکار نمی کردند که زنان قوی به نظرشان بسیار جذابند. اینکه اول به فکر خودتان باشید چیزی نیست که مردها از آن بدشان بیاید. کاملا برعکس، یک مرد به این کار احترام هم می‌گذارد. هنگامی که شما استقلال شخصیتی دارید، مرد نیز بار کمتری بر دوش خود احساس می‌کند و گمان نمی‌کند که همیشه این اوست که ناچار است اسباب شادی شما را فراهم کند. به جای اینکه شما را یک زن احمق و دمدمی مزاج بداند، شما را زنی قوی و با اعتماد به نفس می‌بیند که می‌داند از زندگی چه می‌خواهد.
اینکه اول به فکر خودتان باشید بدین معناست که به زمانی بازگردید که شمارش را فرا گرفتید. 1 2 دوباره 1 2. در ریاضی عدد 1 بیش از عدد 2 می آید. شما 1 هستید و او عدد 2. شما تا به حال این اشتباه را مرتکب می شدید که شمارش را از 2 آغاز می کردید. عدد 1 حتی شمرده هم نمی شد. شما همیشه عدد 1 را از قلم می انداختید زیرا احساس نمی کردید مهم هستید. زندگی در واقع همان امتداد و ادامه دوران کودکی و دبستان ماست. یک پسر بچه یه سال بالاتر به سراغ پسر بچه دیگر می رود و برایش گردن کلفتی می کند. یک کشیده به او می زند و پول ناهارش را می دزدد و فرار می کند. آن بچه‌ای که اجازه نمی دهد کسی برایش گردن کلفتی کند، بچه‌ای است که یک کشیده در گوش آن گردن کلفت می زند و پول ناهارش را پس می گیرد. حتی شاید یک کشیده دیگر هم در گوش آن بچه بزند تا دیگر سراغ او نیاید. نسخه نو و بهبود یافته یک زیرک این قانون را در زندگی روزمره بزرگسالان هم می‌بیند و درک می‌کند که بعضی اشخاص در زندگی بزرگسالی نیز همین رفتار را از خود بروز می‌دهند. سعی می‌کنند در گوش شما بزنند و فرار کنند. حالا این شخص می‌تواند همکارتان، یک دوست، یکی از افراد خانواده و یا حتی کسی باشد که عاشق شماست. تنها تفاوت این است که آنها سعی نمی‌کنند پول ناهارتان را بدزدند، بلکه آگاهانه یا ناآگاهانه سعی می‌کنند اعتماد به نفستان را از شما بدزدند. هنگامی که پای خودباوری و اعتماد به نفستان در میان است، چشمتان را به هدف بدوزید و حتی پلکم نزنید. اگر هدف، رویا و یا آرزویی دارید، تمام زمانی که در مسیر رسیدن به آن هستید، به خود ایمان و باور داشته باشید و اطمینان داشته باشید که در این صورت حتما به آن هدف خواهید رسید. در طول زندگی بعضی افراد تلاش خواهند کرد خودباوری شما را متزلزل کنند. وقتی چنین موقعیتی پیش آمد، به خود یادآوری کنید که تنها راه رسیدن به این هدف این است که شما خود اجازه این کار را به آنها بدهید. هنگامی که در خیابان زندگی گام برمی‌دارید، سر خود را بالا بگیرید. هرگز اجازه ندهید کسی ایمان و باورتان را به لرزه در بیاورد، زیرا این ایمان و باور تمام آن چیزی است که شما به راستی و حقیقتاً دارا هستید. و قانون جاذبه شماره 81: گیراترین ویژگی شما شأن و شخصیت شماست.